بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند، خدمت پدر و مادر سعادت و شرف بزرگ است. هر کی به این عبادت بزرگ موفق شود، نشانه این است که خداوند به او خیر خواسته و هر کسی این فرصت را دارد و خود را از درآمدن و بهشت محروم می سازد، یعنی خدمت والدین نمی کند یا در خدمت آنها کوتاهی می کند، خود را از در آمدن به بهشت محروم می سازد. امام بخاری در ادب مفرد یک صحنه جالبی را برای ما روایت کرده. عطا ابن یسار، یکی از تابعین بزرگوار، میگوید مرد نزد عبدالله ابن عباس، ترجمان قرآن، مفسری بزرگوار در میان صحابگان، آمده پرسید، گفت ای امام، ای ابن عباس، انی خطبت امرأة فابت ان تنکحنی فخطبها غیری فاحبت ان تنکحه. من دختری را یا زنی را خواستگاری کردم، خواستگاری مرا رد کرد، راضی نشد، اما کسی دیگر او را خواستگاری کرد، اون زن با آن مرد ازدواج کرد. میگوید فغیرت علیها فقتلتها، به عزت نفس من سخت رسید و آن زن را کشتم. این نفر از ابن عباس میپرسد که چنین جنایت دست زدم، چنین حادثه شد. فهل لی من توبه، ای امام، آیا این کاری کرده من توبه دارد؟ عبدالله ابن عباس از آن مرد پرسید احی امک، آیا مادرت زنده است؟ آن مرد گفت نه، متاسفانه در قید حیات نیست. ابن عباس به آن مرد گفت توب الی الله و تقرب الیه ما استطعت، پیش خدا توبه کن و هر عمل صالحی که هست اجرا کن، به سوی خدا تقرب بجو. عطا ابن یسار میگوید من نزد ابن عباس آمدم، پرسیدم بعد رفتن آن مرد، گفتم ای بزرگوار، ای استاد، چی سبب و چی سر داشت که آن مرد را از زنده بودن مادرش پرسیدید؟ ابن عباس اینجا کلمه زیبا و خیلی مهم گفتند که درس بزرگ است برای هر کسی که پدر و مادرش در قید حیات است. گفتند انی لا اعلم عملا اقرب الى الله تعالی من بر الوالده، من هیچ عمل را نمیدانم که نزد خدا محبوب تر باشد از نکویی به مادر دیده. یعنی از نکویی و خدمت به مادر دیده هیچ عملی نزد خدا محبوب تر نیست و هیچ عمل انسان را آنگونه که این عمل قریب می سازد هیچ عملی قریب نمی سازد. این بود که من اون مرد را پرسیدم که آیا مادر دارد و یا نه، مادرش زنده است یا نه. یعنی ابن عباس به آن مرد گفتنی بود اگر آن می گفت مادرم بلی در قید حیات است، به او توصیه میکرد که خدمت مادرت کن تا گناه این جنایتی سنگینت شاید که بخشیده شود. دوستان عزیز، ابن عباس من و شما را به در جنت راهنمایی کرده ایستاده است، ما را به در آمدن دلالت کرده ایستاده است. یعنی کسانی که والدینشان یکی از آنها در قید حیات است، خاصتا مادران، به در جنت چنین کسان نزدیکند. اگر با آنها نیکی کنند، خوبی کنند، این درها گشاده می شود و اگر تقصیر کنند، خدمت نکنند، این درها بر رویشان بسته می شود. دیروز یکی از دوستان نقل می کرد که 8 فرزند پسر در مهاجرت قرار دارند، هر یک خاندان و یعنی همسران و فرزندان خود را به خارج بردند، زندگی خود را ساختند، اما والدین آنها در وطن هیچ یکی از این 8 پسر راضی نیست که یکی اقلا رفته خدمت پدر و مادر پیرشان کند. حتی راضی نیستند به نوبت یکی پشت دیگری رفته خدمت کند، یا خودشان یا همسرانشان راضی نمیشوند که وطن روند خدمت پدر و مادر کنند. اون پدر و مادر مسکین تنها و این جوانان گویا در نظر خود زندگی ساختند، گویا پیشرفت کردند که البته این شکلی تلخ و تاریک زندگی را برای خود ساختند. مگر این مادر مسکین 9 ماه 8 پسر را برای این روز تنهایی به کلفت حمل آنها را برداشته، آنها را
تولد کرده شاد شده که پسر یافتن؟ آیا این پدری مسکین راحت خود را، خواب خود را، آرامی خود را، جوانی خود را در کار صحرا یا در کار کارخانه ها صرف نموده این 8 پسر را تأمین کرده، به وایه رسانده که امروز تنها باشد؟ این چه مصیبت است؟ این چه دوری از تعلیم دین است؟ این چه دوری از عرف و عادت ملی خیش است؟ شاید چنین فرزندان در وطن نیز باشند، فرزندانی که رضای همسران را از رضای والدین و از رضای مادرانشان برتر دانسته زندگی علاهده انتخاب میکنند و اون مادر مسکین تنها خودش کار خودش را انجام میدهد. کسی با آن نیست که خدمت کند، با وجودی که از نگاه فقه خدمت والدین برای فرزند فریضه حتمی است. وقتا پسر یعنی مرد خانه‌دار می شود، وظیفه مرد تأمین آن همسر است. باید کار درآید، نفقه آن زن را تأمین کند، یعنی همسرش را خوراند، پوشاند به تعبیر. و این فریضه که خدمت والدین است از پسر به همسرش می کوچد، گرچنده که به پسر نیز فرض باقی می ماند، ولی وقتا مرد به خدمت زن مشغول می شود، به تأمین همسرش مشغول می شود، کار می براید، خدمتی که بر فرزند فریضه بود بر این کلین می کوچد. باید پدر و مادر شوهرش را خدمت کند. دوستان بیننده، خدمت پدر و مادر کاری نفلی نیست، کاری اختیاری نیست که اگر خواهیم انجام دهیم اگر خواهیم نه. این عمل را خداوند در پهلوی توحیدش یک جا ذکر کرده. فرموده و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند فرمان داده، دو فرمان مهم. فرمان داده که بجز او کسی را پرستش نکنید و به پدر و مادران احسان کنید. احسان این درجه بالای نکویی است، هم تو خدمت عادی نه، بلکه به کمال محبت، به کمال احترام، به کمال نرمی و مهربانی و دلجویی. در جای دیگری قرآن خداوند این اسلوب را استفاده برده. واخفض لهما جناح الذل. پروبال ذلت را، پروبال خاری را پیش آنها بیفکن. یعنی خیلی با آنها نرم باش، خیلی مهربان باش. خدمت آنها اصلا فریضه الهی است. خدمت آنها از بزرگترین عبادت هاست، از فرضترین فریضه های دین است. دوستان بیننده، از کسانی بپرسید که پدر مادرانشان را از دست دادند، چقدر تأسف میخورند، چقدر پشیمانند. کسانی که در حق آنها کوتاهی کردند، خدمت شایسته نکردند، خیلی متاسفند که کاش میکردیم. حتی کسانی که خدمت میکردند، حق آنها را ادا میکردند، از این تأسف میخورند که کاش بیشتر میکردیم. دائم طبیعت بشری، طبیعت انسان چنین است، وقتا نعمت را از دست دهد بعد به قدر آن نعمت میرسد که دیر میشود. چه بسا درس بزرگ داده ابن عباس به این مرد. حی امک، آیا مادرت زنده است؟ این سوال را هر یکی ما از خودمان بپرسیم. آیا مادرمان زنده است؟ اگر زنده باشد به توصیه ابن عباس عمل کنیم. هیچ عملی را محبوب تر نزد خدا از نکویی به مادر نمیدانم. گفتم مرحمت میدان جنت، راهی به دست آوردن رضای خداوند، خدمت مادر. صحنه به این مانند در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز رخ داده، یعنی صحنه تأکید بر نکویی به والدین. امام ابو داود و امام نسائی روایت کردند که جوانی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت جئتک ابایعک علی الهجرة و ترکت ابوای یبکیان. ای فرستاده خدا، من پیش شما آمدم، میخواهم عهد دهم، پیمان دهم که هجرت میکنم، در راه خدا ترک خانه و وطن میکنم. هجرت که آن زمان برای صحابگان بزرگترین عمل محسوب بود. و ترکت ابوای یبکیان، گفت من در حال آمدم که پدر و مادرم میگریستند، از فراق من میگریستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این صحابی را، این جوان را دستور دادند، گفتند فرجع الیهما فاضحکهما کما ابکیتهما. برگرد، هجرت تو برگشتن به نزد والدینت
برگرد آنها را بخندان آنگونه که به گریه آوردی. رو این کوتاهیت را جبران کن، آنها را بخندان. هجرت تو همین است، جهاد تو همین است. در حدیث دیگری که متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم روایت کردن، جوان نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت میخواهم با شما جهاد کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آیا پدر و مادرت در قید حیات هست؟ جوان گفت بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ففیهما فجاهد، رو پیش آنها جهاد کن، پیش پای آنها میدان جهاد تو است، رو خدمت آنها. بنابراین والدین نعمتی عزیز است و والدین فرصتی در آمدن فرزند به بهشت است. نباید هر عاقل هوشمند این فرصتی بزرگ را از دست دهد. علاوه بر این که وظیفه انسانی است، یعنی حتی اگر شریعت انسان را به نکویی به پدر و مادر امر نمی کرد، به حس انسانی باید شخص از والدینش متشکر باشد، خدمت کند، چون که سبب هستی او هستند، سبب وجود او هستند. علاوه بر این خداوند در قرآن، پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث تأکید بر نکویی آنها کردند و احکام خاص فقهی در مناسبت با آنها در دین ما تشریع شده. به امید بر و احسان و نکویی نمودن بر والدین. در حفظ و امان خداوند باشید.